салом мегӯем барои он нафароне ки ин лаҳза бо мо пайвастанд ва моро тариқи телевизиони Баҳористон тамошо намуда истодаанд. Ин барномаи Аниси кунҷи танҳоӣ аст ки мо онро пешниҳоди шумо менамоем аз ноҳияи Дандғара ва айни замон ҳамсӯҳбати мо ҳастанд яке аз ғолибони даври ҷумҳуриявӣ. озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва дӯстони иззатманд чуноне ки мегӯянд сухан аз даҳони Луқмон хуш аст. Пас биёед аз эшон хоҳиш мекунем ки худро барои мо ва албатта шумоён пурратар муаррифӣ намоянд. Ассалому алайкум. من سفرزاده امامعلی خواننده صنف چهارمی لیسه تمایل تکنیکی به نام افلاطون ناحیه دنقره می باشم. من در این آزمون یعنی آزمون جمهوریوی فروغ سوپی دانای کتاب است اشتراک کردم و سزاوار جای اول گردیدم. من 235 حکایه، 100 شعر، 106 چیستان، 117 تزگویک و 50 ضرب المثل را از بر نمودم. امامعلی کی پای برد که شما دانش خوب دارید و میتوانید که در آن همین آزمون جمهوریوی اشتراک کنید و برای شما توصیه داد. با من معلمه اما خلیلا فیض‌نیسا توصیه داد که در این آزمون اشتراک کنم. خود شما راضی شدید؟ بله. شما کتاب‌های زیاد می‌خواندید قبل از اشتراک در آن همین آزمون جمهوریوی؟ من وقتی که مکتب نمی‌رفتم مادرم هر روز پیش از خواب کتاب‌های بدیهی را گرفته برای من می‌خواند. یعنی برای شما کتاب‌های افسانه می‌خواندن همینطور؟ بله. بعدم شما از خود می‌کردید؟ بله. تا اون دمی که شما نوشتن خواندن رو نمی‌توانستید، یعنی شما توسط نقل‌های مادرتان افسانه‌ها را از خود می‌کردید همینطور؟ همینطور. اولین باری که در دور اول این آزمون اشتراک کردید خود را چگونه احساس می‌کردید؟ من خیلی ترسیدم اما معلمم به من توصیه داد که تو نترس، تو می‌توانی. من هم به صحنه برآمدم و توصیه معلمم گوش دادم. همون سخن‌ها را کرده برآمدم را ادامه کردم. بعد از آزمون وقتی که جواب‌ها برآمدند معلمم به من گفته بود که تو در دور دومی آزمون یعنی در دور ناحیوی آزمون جمهوری فروغ سوپی دانای کتاب است سزاوار جای اول گردیدی. آفرین. خوب، یعنی شما از این روح بلند گردیدید چون در دور یعنی ناحیوی اشتراک کردید باز هم نترسید همینطور؟ امامعلی میگفتید که چند سال در همین آزمون اشتراک کردید تلاش ورزید که شما در دور جمهوریوی سزاوار جای اول گردید. من سال دوم است که در این آزمون یعنی آزمون جمهوری فروغ سوپی دانای کتاب است اشتراک میکنم. خوب، سال اول چون شما یعنی غالب نگردیدید یعنی دلسرد نکردید که شما به خود گفته باشید که من دیگر در این آزمون اشتراک نمیکنم چون یک بار خودم را سنجیدم و من یعنی مغلوب گردیدم، سال دیگر باشد اشتراک نمیکنم. همین سخن‌ها را گفتید؟ نه. شما را چی دلگرم کرد که باز در سال دوم اشتراک کردید؟ مادرم به من گفت که هیچ غم نه، تو باز هم میتوانی که در این آزمون اشتراک کنی. خوب، بعدا شما باز هم اشتراک کردید همینطور؟ چون شما گفتید که 117 تا یعنی تزگویک ها میدونید همینطور؟ 50 تا ضرب المثل ها همینطور؟ خوب، یک تا تزگویک و یک چند تا ضرب المثل رو برای ما بگویید. موش موش تو موش تو موش 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 تو موش تو موش 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 دادا سیوچه بچه دادا بچه کوچه دادا سیوچه بچه دادا بچه کوچه. اگر دعای سخت قبول میشد استخوان میبرید. قطره قطره جمع شود دریا شود. آهسته رفتی رسیدی شتاب کردی افتیدی. خوب، امامعلی میگفتید که یعنی هنگامی که شما در دور جمهوریوی غالب گردیدید احساسات شما چگونه بود؟ من خیلی خرسند بودم که در این آزمون سزاوار جای اول گردیدم. و چون شما به نزد همسنفانتون، پدر و مادرتون، اهل خانواده‌تون آمدید شما را چگونه استقبال گرفتند؟ آنها خیلی خرسند بودند. خوب، امامعلی پس از آنکه شما غالب برآمدید همسنفانتون از این الهام گرفتند و کوشش کردند که امسال در این آزمون اشتراک کنند؟ بله، دو همسنفی من
میرزاده و مدینه و کمالزاده مفتونه میخواهند که در آزمون شاهنامه خوانی اشتراک کنند. یعنی دیگر آنها نمی‌هراسند چون که امام علی که توانست ما نیز میتوانیم همینطور گفتند. خب میگفتید که آیا شما راضی هستید که عین زمان برای ما و بینندگان یک شعر خوب قرائت کنید؟ ماش. خوب مرحمت. شعر از بازار صبیر. خوب نامد حلال بادا ای پیشوا و ای ملت، زاندم که سروری تو ملت ندید علت. خوابی شبت پرانده خدمت به خلق کردی، پی برد هر یک انسان بس بینظیر مردی. از جنگ دور گشتیم با عزم و با تلاشت، شب را شکست دادی با عقل نور پاشد. چون توست چهره خندان امروز تاجیکستان، ما فخر با تو داریم پیگیری آل سامان. آفرین امام علی. میگفتید که چون شما کتاب‌های زیاد قریب 50 تا کتاب خواندید همینطور؟ خب همه آنها در خاطر شما هستند؟ بله. یک سیر دارد که چگونه شما توانستید که اینقدر کتاب‌های زیاد را از خود کنید و آنها تا حال از یاد شما نرفتند؟ من آن کتاب‌ها را بارها و بارها پشت هم می‌خواندم که آنها خوب در خاطر من بمانند. یعنی شما تکرار مادر دانش گفته این را به خود شعار کردید و کتاب‌ها را پی هم خواندید همینطور؟ خب از میان این 50 کتاب خوانده‌تان کدامش برای شما زیاد هم نزدیک است و چند باری که آن را می‌خوانید باز هم خواهش خواندن آن به میان می‌آید؟ از یکی از این کتاب‌ها همان کتاب است که این کتاب را مکتب کهنه استاد سعدالدین عینی میگویند. خب امام علی، چون بینندگان ما زیادی از آنها اگر این کتاب را خوانده باشند قسم دیگرش ممکن نخواندند. شاید همان کودکان نورسانی که حالا با مکتب نمیروند و خواندن نوشتن را نمیتوانند آنها این کتاب را نخوانده باشند. یگان قسمتی جالب و خوبی اثر را به بیننده ما گفته میتوانید؟ بله. خب وقتی که من 6 ساله بودم پدرم مرا به مکتب نزد مسجد دهمان برد. مادرم میگفت تو در وقت 4 ساله، 4 ماهه، 4 هفته و 4 روزه بودنت ما تو را با لعلی و دسترخوان به مکتب فرستاده بودیم. تو آن وقتا بسیار خرد بودی. دل من به حال تو میسوخت که در مکتب عذاب خواهی کشید. بنابر موندیم که تا حال بازی کرده گشتید. اکنون پسرم خوب کوشش کرده خوان تا به همسالانی که در سن 4 سالگی به مکتب رفته بودند به آنها برابر شوید. من این توصیه مادرم را به خود خیلی خوب دانستم. من کوشش میکردم که این توصیه های مادرم را به جا آورم، اما محیط زندگی و مکتب به من راه نداد. من به مکتب در آمدم. مکتب خانه مثل خانه ما 2 بهره و 3 4 دره و بغل و خوله نبود. مکتب یک خانه تنگ بود، 2 در داشت که یکی از آنها دری یک طبقه درآمدگاه بود. خوب امام علی، آن همون قسمتی که استاد سعدالدین عینی را به مکتب دخترانه میبرند یگان قسمتی خودش را نقل کرده میتوانید؟ بله. در آنجا چی میگوید استاد؟ در میگوید که وقتی که من به مکتب دخترانه رفتم آن مکتب از مکتب بچگانه فرق داشت. در آنجا بیبی خلیفه با چوب نه یک لبی آستینی داشت که آن خیلی دراز بود و با آن دختران رو میزد و دختران مثل مکتب بچگانه تنها روزهای پنجشنبه نه، حتی هر روزی که به مکتب نان می آوردن نیمش را به بیبی خلیفه می دادن. یعنی از این برمیآید که هنگامی که با مکتب دخترانه رفتن همینطور در آنجا منفعت زیاد گرفتن، یعنی آنها در برابر آنه که خواندن و نوشتن را از خود کردن، اینچنین آنها توانستند که باز در برابر دختران همه آنها یعنی کارهای خانه را نیز یاد گیرند همینطور و در آینده این چیز با استاد سعدالدین عینی یعنی لازم گردید. خوب امام علی، از چون شما از روی نامیناسیون کودکان و نورسان آثار شفاهی اشتراک کردید، یعنی نویسنده های دوست داشته شما کدام هستند؟ عزیز مجید سلیم و محبوب نعمت‌زاده
عبید رجب. شما چون در وقتی تیاری دیدن به این آزمون یعنی نزدیک استادانی زیاد میرفتید و از کتابخانه ملی تاجیکستان همینطور کتاب‌ها دسترس میکردید، شما باری هم با همین نویسندگان بچگانه روبرو شدید؟ بله. احساسات شما چگونه بود؟ من خیلی خرسند بودم که با آنها شناخته شدم. شما توانستید که نزد آنها رفته سلام گویید و شما گفتید که من کتاب‌های شما رو مطالعه میکنم؟ بله. گفتید آنها در جواب چی گفتن؟ گفتن که ما خیلی خرسندیم. یعنی شما از دیدار آنها شاد شدید، آنها باشد از آنه که هم با شما شناس شدند و هم فهمیدند که شما زیاد هم کتاب‌های آنها را دوست می‌دارید و مطالعه میکنید. همینطور؟ خب این زمان باز یک شعر دیگر رو برای ما قرائت میکنید. مرحبا. خوب است این بیابد. خب شعر از استاد عبید رجب. از مکتبم بیایم نوشیده قند چایم، کار اجرا نمایم. خوب است این بیابد. از عقب مادرم گریه کند دادرم، کوچه تماشا برم. خوب است این بیابد. کاری من نگویم بهانه نجویم، در و تیریزه شویم. خوب است این بیابد. یعنی او چون هم از مکتب می اومده است درسایش رو میکرده است، چون خوراک میخورده است و باز هم دادرکش رو نگاه بین میکرده است، در او تیریزه میشده است و البته ما خلاصه براری میکنیم که کاری او چگونه است؟ کاری خوب است. خوب است، یعنی با مادرش هم یاری میدهد هم به کارهای خانه مشغول میشود. همینطور؟ خب شما نیز کوشش میکنید که در خانه به کارهای مادرتان کمک کنید؟ البته. یعنی دوست می‌دارید هم با مادر جانتان یاری دهید. خب امام علی اگر با مانند چندین بیننده ما خودی معنیس خواهم که در همین سال در این آزمون سطح جمهوری داشته اشتراک ورزم، شما همچون یک غالب این آزمون چی توصیه میدید؟ من توصیه میدهم که آنها اگر به دور نهایی آزمونی جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است رسیدن، سزاوار جای نمایان هم نگردند، پریشان حال نشوند، چون که تا دور جمهوری آمدن خودش یک غالبیت است. یعنی آنها باید ناامید نباشند، همینطور؟ و آنها خودشان را چون تا دور جمهوری آمده رسیده باشند خود را باید غالب احساس کنند. همینطور؟ جرأت کرده کتاب‌های زیاد را مطالعه کرده از روی نظامنامه آزمون یعنی آماده گردیدن و بالای صحنه نزد اعضای حکمان و اشتراکچیان زیاد برآمد کردن، این خود الک است یک غالبیت است. همینطور؟ تشکر زیاد امام علی. اگر شما امروز همچون غالب این آزمون گفتنی دارید با معلمتان، با پدر و مادرتان، با دوستانتان، دستگاه‌های نواربرداری شما رو ثبت میکنند، میتوانید که اظهار مینه‌داری با آنها بیان کرده باشید. من مینه‌داری خودم را اول به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان میرسانم که برای ما طلبگان چنین آزمون‌ها را برگزار کردند و من در این آزمون اشتراک کرده سزاوار جای اول گردیدم و من باز مینه‌داری خودم را به مادر پدرم و معلمه‌ام خلیل و فیض‌نیسا میرسانم که مرا تیار کرده من در این آزمون اشتراک کرده سزاوار جای اول گردیدم. خوب در برابر شما ما نیز به پدر و مادرتان و استادانتان اظهار مینه‌داری بیان میکنیم، چون که شما بر این یک نورس صاحب استعداد را امروز تربیت دادن و شما الکی همچون غالب این آزمون سطحی جمهوری داشته فخر این ملت و دولت هستید. برای شما باشد امام علی برار میخواهیم. تشکر. وطن با تو همیشه سرفرازم، به هستی ای تو چون فرزند نازم. اگر یک لحظه خاورت ببینم شود کوته مرا عمری درازم. وطن گر کس باشم از تو باشم، وطن گر خس باشم از تو باشم. گدا اندر وطن شو هست گویم، به چشم نورس باشم از تو باشم. دوستان عزتمند طول چند لحظه ها با شما بودیم در برنامه انیس کنج تنهایی و صحبتی خوب داشتیم با خواننده صنف چهارم لیسه تمایل تکنیکی به نام افلاطون ناحیه دنغره و در همین جا باشد برنامه ما به اتمام رسد. با شبکه بهارستان بودن را فراموش نسازید.